الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی خاتم النبیین. هموطنان عزیز، خواهران و برادران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. حلول سال نو هجری شمسی 1393 و جشن نوروز را به تمام هموطنان عزیز تبریک میگویم. امیدوارم سال نو را همه ما با خوشی آغاز کنیم و با صلح و صفا و پیروزی سپری نماییم. خوشحالم از این که امسال مراسم جشن بین المللی نوروز با اشتراک سران و نمایندگان کشورهای حوزه نوروز در افغانستان عزیز برگزار می گردد. هموطنان گرامی، طبعا با آغاز سال نو و بهار در کشور ما نهالشانی و کشتکار دهقانان و باغداران هم شروع می شود. نهالشانی کشت و زراعت علامت سرسبزی و خرمی است. محیط سرسبز باعث شادابی و بهروزی مردم می گردد. برای حفظ محیط زیست، آبادی و خرمی کشور نیاز داریم که هر یک ما کم از کم یک نهال غرس نماییم. امیدوارم باغداران ما باغهایشان را امسال هرچی بیشتر گسترش دهند و دهقانان ما حاصلشان امسال هرچی زیادتر شود. در سال گذشته به فضل خداوند متعال برف و باران در کشور ما خوب بود. در بهار سال نو نیز امیدواری بارش بارانها موجود است و زمینه برای نهالشانی و کشت مساعد می باشد. از این فرصت امیدوارم همه ما به خیر خود و به خیر کشور خود استفاده بهتر نماییم. خواهران و برادران عزیز، این سال نو از نظر تجدید حیات سیاسی کشور نیز به ما مهم می باشد، زیرا همین چند روز بعد در ماه اول سال نو انشالله مردم ما در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی شرکت می کنند. به مراکز رایدهی می روند و به کاندیدان مورد نظرشان رای می دهند و بدین ترتیب کشور ما بار دیگر مردم سالاری را تمثیل می کند. امیدوارم مردم ما مانند انتخابات 10 سال گذشته این بار نیز انتخابات موفقانه داشته باشند و گام‌های متینی را در راه تحکیم هرچی بیشتر صلح و ثبات در کشور به جلو بگذارند. من از تمام هموطنان عزیز واجد شرایط رایدهی صمیمانه می طلبم که در 16 حمل به مراکز رایدهی بروند و با سهمگیریشان در انتخابات دین ملی خود را به جا آورند و به کاندید دلخواه خود رای بدهند. هموطنان عزیز، بار دیگر سال نو، بهار نو و جشن نوروز را به هر یک شما هموطنان گرامی تبریک میگویم. امیدوارم روزهای نوروز را با تمام مراسم آن به خوشی و شادمانی سپری نمایید. از بارگاه پروردگار منان استدعا می نمایم که سال نو سال آبادی، فراوانی و از همه مهمتر سال تأمین صلح سراسری برای مردم افغانستان باشد تا مردم ما در صلح و امنیت به کار آبادی وطن و جوانان ما به کسب علوم، دانشها و مهارتها بپردازند تا ضمانت آینده بهتر ما شوند. تا صحبت آینده، خدا نگهدارتان، شاد و آباد باشید.